3 تا شیرینی نوستالژی برای عید. امروز می‌خوایم این 3 تا شیرینی رو با هم دیگه درست کنیم. اولین آیتممون شیرینی کشمشیه. احتیاج داریم به 1 لیوان آرد که حتما الک شده باشه، 1 عدد تخم مرغ، پودر قند نصف لیوان، کره یا روغن مایع یا روغن جامد 75 گرم، کشمش پلویی 1/4 لیوان و وانیل. اولین کار کشمش‌هامون رو توی آب خنک میذاریم خیس بخوره. بعد میایم کره، پودر قند و وانیل رو هم میزنیم تا یک دست بشه. بعد از اینکه بافتش کاملا یک دست شد، همونطور که دارید توی ویدیو میبینید، بهش یه دونه تخم مرغ رو اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم تا یه بافت خیلی یک دست و کرمی طوری پیدا بکنه. حالا نوبت اضافه کردن آرده. همونطور که توی ویدیوی قبلی بهتون گفتم، آرد باید از قبل الک بشه و مرحله به مرحله به موادمون اضافه بشه. میتونید برید ویدیوی قبلی رو نگاه کنید، گفتم که چرا باید آردتون الک بشه و چند بار الک بشه. این نکته خیلی مهمه. آرد رو مرحله به مرحله اضافه میکنیم و با لیسک به این شکل هم میزنیم که گلوله نمونه. بعد از اینکه کل آرد رو اضافه کردیم و به یه بافت یک دست رسیدیم، وقتشه که کشمش ها رو از آب خارج کنیم، نمش رو بگیریم و به مواد اضافه کنیم. نکته‌ای که وجود داره توی شیرینی‌های حاضری، مقدار کشمش استفاده شده نصف اینه. پس مقدار کشمش در واقع سلیقه‌ایه و میتونید کمتر بریزید. بعد از اینکه کاملا ترکیب کردیم، اندازه یه دونه گردو برمی‌داریم و میذاریم روی کاغذ روغنی. خودش موقع پخت صاف میشه. نکته بعدی راجع به اندازه‌شه. اگه دوست دارید شیرینیتون نازک‌تر باشه، کافیه که مواد رو نصف کنید، هر یک گلوله رو 2 تا بکنید و قبل از اینکه بذارید توی سینی به شکل گردو نباشه، به حالت پخ مانند باشه. لازمه که فرمون رو از قبل گرم کنید. پس با دمای 160 درجه میذاریم که گرم بشه. بعدش که مواد رو میذاریم داخل فر، 5-6 دقیقه شعله بالا و تقریبا 10 دقیقه شعله پایین. اگر دوست دارید رنگ شیرینیتون روشن‌تر بشه، به سفیدی بیشتر بزنه، 3 دقیقه شعله بالا و 8 دقیقه شعله پایین. شیرینی کشمشیتون آماده است. توی ظرف دربسته که هوا نکشه توی یخچال میتونید نگهداری کنید. آیتم بعدی شیرینی نارگیلی و شیرینی پفک گردویی مونه که برای شیرینی نارگیلی احتیاج داریم به 100 گرم پودر نارگیل چرب، 200 گرم شکر، 70 گرم روغن مایع، 1 قاشق غذاخوری آب لیمو و 3 عدد سفیده تخم مرغ. برای شیرینی پفک گردوییمون احتیاج داریم به 6 عدد زرده تخم مرغ، 150 گرم پودر قند، وانیل یا پودر هل و 200 گرم گردو خرد شده. اولین کار سفیده و زرده ها رو از هم جدا میکنیم. طبق این اندازه هایی که من گفتم، مقدار زرده ای که برای شیرینی گردویی احتیاج داریم 6 عدده. من چون تخم مرغم خیلی درشت بود 5 تا استفاده کردم. اگر تخم مرغاتون ریز بود یا متوسط بود، همون 6 تا اوکیه. اول میایم سفیده رو به مقدار 70 گرم ازش جدا میکنیم. بعد پودر نارگیل رو بهش اضافه میکنیم، هم میزنیم، شکر رو اضافه میکنیم، هم میزنیم، به قدری هم میزنیم که مواد با هم دیگه ترکیب بشه و بعد روغنمون رو اضافه میکنیم که اندازه روغنم بهتون گفتم 70 گرم باید باشه. دوباره با هم دیگه هم میزنیم که این روغن جذب تمامی مواد بشه. بعدش میذاریم روی شعله گاز، بهش میگن داغ زدن به اصطلاح. حالا نکته این داغ زدن چیه؟ باید شعله‌تون خیلی 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 کم باشه و مدام در حال هم زدن باشید. مدت زمان تقریبی که نیاز این داغ زدن اتفاق بیفته 10 دقیقه است، ولی شما وسطا میتونید تست کنید ببینید کافیه یا نه. تست کردنتون چطوریه؟ کافیه مواد رو بگیرید لای 2 تا انگشتتون، وقتی فشار میدید به هم دونه‌های دون شکر رو حس نکنید و گرماش به حدی باشه که داغ باشه ولی دستتون رو نسوزونه، یعنی در حدی داغ نباشه که دستتون بسوزه. اگر اوکی بود این 2 تا مورد، یعنی اینکه آماده است، میتونید شعله رو خاموش کنید، آب لیمو رو به مواد اضافه کنید، هم بزنید که قشنگ ترکیب بشه، بافتش یک دست بشه و بعد بریزید داخل قیف و روی کاغذ روغنی قیف میزنیم. نیاز داره که به مدت 10 الی 15 دقیقه توی فر با دمای 160 درجه سانتیگراد بمونه و بعد برای اینکه بالاش هم تغییر رنگ بده روی شیرینی، به مدت 2 دقیقه المنت بالا رو روشن میکنیم. وسط درست کردن چک کنید که رنگش خیلی تغییر نکنه، نسوزه و اینکه اون 10 الی 15 دقیقه هم دوباره کف شیرینی رو چک کنید. بعد به این شکل باشه. خوشمزه ترین شیرینی نارگیلی میشه که تو عمرتون خوردید. من عاشقش شدم، نوش جونتون بشه. حالا میریم سراغ شیرینی پفک گردویی. اول زرده ها رو هم میزنیم تا از اون بافت جدا جدا در بیاد، یه بافت کاملا یک دست بگیره. حالا نوبت اضافه کردن پودر قند و وانیله که پودر قندمون رو مرحله به مرحله، قاشق به قاشق اضافه میکنیم، هم میزنیم. وانیلمون هم همین به این اضافه میکنیم. من 1 قاشق مربا خوری ریختم.
حالا نکته‌ای که این شیرینی داره چیه؟ اینه که ما باید بهش 1 قاشق غذاخوری سرخالی آرد برنج اضافه کنیم. من از قبل پودر قندمو که داشتم الک می‌کردم، آرد برنجم هم باهاش الک کردم. پس یادتون نره 1 قاشق غذاخوری سرخالی آرد برنج باید اضافه بشه. هم میزنیم، انقدر هم میزنیم تا زردمون از اون حالتی که داشت به این حالت کرمی برسه. تقریبا 5 دقیقه. بعد گردوی خورد شدمون رو اضافه میکنیم. مقدار گردو من 150 گرم ریختم، ولی بازم میگم حاضری ها مقدار گردو استفاده توش خیلی کمتره، پس یه مقدار سلیقه‌ایه، ولی خب هرچی بیشتر باشه خوشمزه تر میشه. بعد خیلی راحت قاشق قاشق توی کاغذ فرم میذارید، خودش باز میشه و همون شکل شیرینی پفکی رو به خودش میگیره بعد چند دقیقه. نیاز نیست که از قبل فرمون رو کم کنیم، کافیه به مدت 8 تا 10 دقیقه با دمای 150 درجه بذاریم توی فرم بمونه. شیرینیامون آماده است. شیرینی نخود شیرم توی ویدیو قبلی بود. امیدوارم آموزش رو دوست داشته باشید. لایک و سابسکرایب و کامنت هم یادتون نره.